نام محمد شنیدین شما صلی الله علیه و سلم گویین. دادرای عزیز، اگر از جات خیزی و صلوات نفرستی تو گناهگار هستی. خیستن تو به تو فایده نمیبخشد. صلوات واجب است. شخصی که زنا کرده گناه کرده به مانند زنا، عرق نوشی، باز آمده در نزد رفیقانش از این کارش شرم ندانسته تعریف کند حکم او چیست. ولی بسیار سالی بنده هایی که عرق نوشی کردند، زناکاری کردند، بدفعلی کردند، باز امروز نشسته همان گناه را لذت شد در بین مردم مسلمان حکایه میکنند. حبیب خدا میگوید آن زمانی که شما گناه کردین خدا گناه را نویساند، دویم باره وقتی که تکرارش میکنی باز دویم باره می نویسش. و از گناه باید که ما توبه کنیم، نه لذت بریم. عیب است برادرای عزیز. ولی بسیاری برادرای ما و شما از دوره های شوروی که خیلی با گفت خودشان بسیار لذت و بسیار یک فراهمی به دست آوردن، اونها را باز امروز در بین بعضی همون کلانسال ها در بین کلانسال های خودشان حکایه میکنند. این عیب است به خدا قسم. برای آن گناه ها ماها باید خجالت داشته، شرمندگی داشته باشیم. باید که آب چشم داشته باشیم که خدایا این روزای خیلی بد بالای سر ما نگه داشته. سیوم، برادران نمازخوان هستند که ناخن خود را دراز میکنند. در این باره قرآن و حدیث درست نیست. خداوند همیشه این برادرم دعا طلب کردن در حفظ امانش نگه دارد. ناخنهای دراز میکنند، جوانالی هست یک تا نیم تا ناخن دراز میمانند. این هم عادتی با یگان یهودی است یا نصرانی است یا یگان بدبختی دیگر است. این عادت مسلمان نیست. مسلمان دائم ناخنش باید گرفتگی باشد. ناخنها باید هیچ وقت دراز نباشند. دادرای عزیز، السلام علیکم بابای حاجی. من از ناحیه دنقره به زیارت شما آمدم و شما چند سوال دارم. آیا گندم نو را بریان کردن گناه است یا گندم کهنه را؟ این گپا باید دیگر اینا سفسطه همش افسانه. گندم نو کهنه بریان کرده همش برای بنده مؤمن، همه برای فرزند آدم است. بریان کرده خوردن دیگه دعا که خدا صاحب گندم کنه، دیگه گندم کهنه نو فرق نداره. خب ما در کارخانه دولتی کار میکردیم. از سببی که به ما معاشمان را نمیدادن ما دست به دزدی میزدیم. آیا ما در این گناهگار هستیم؟ زیرا که تا حال حق ما در کارخانه از 1000 تا 5000 باقی است و گرفتن نمیتوانیم. و رئیس کارخانه امسال حاجی شده آمد. این سال اگه حاجی شده باشد پول شما را اولا برمیگرداند. دویم اینکه اگر معاشم که ندهند دزدی در کجایی که نباشد دزدی هست. حتی که اگر از شما آدمای بیدین بیدیانت هم که دزدی کنین دزدی است. برای همین برادرای عزیز در کدام کارخانه کار میکنین دزدی نکنین هیچ وقت، اگرچه معاش هم که برای شما ندهند. دزدی گناه هست دادرای عزیز. خب ایشان ها از ملاها چی برتری دارند و در دعاخانه با کدام از اینها پشت گذشته آشان یاری میدهد؟ خلاصه شفا از کجاست؟ این برادر ما خیلی برادر ساده. اگه مسلمان همه وقت ساده می شود، مسلمان زیرک نیست. راستی بار نه ملا را پشتش فایده می کند نه ایشانه، نه با پشت ما نازیم و نه با پشت هامان افتخار داشته باشیم. افتخار با پشت کردن میلش من شما را باز نمی دارم. اگر پدر شما یگان آدمی خوب گذشتگی بود، بسیار خدمت کرده است، میلش یادش کن گوی بسیار آدمی خوب بود، خدمت کرد، لیکن با وی تکیه نکن.
گرد نام پدر چی میگردی؟ پدر خیش شو اگر مردی. گرد نام پدر چی میگردی؟ پدر خیش شو اگر مردی. پدر لایق تعریف و ستایش است، میلش مثل پدر شو، لیکن با او تکیه نکن که وای در قیامت از تو پشتیبانی کند و او تو را شفا بخشد و او برای تو کمک کند. این در برادر عزیز تکیه نکن. افسوس امروز بسیار برادرای ما و شما ذاتی که لایق تکیه هست، ذاتی که لایق حمد است، اون ذات فراموش کردیم و تکیه بر انسان میکنیم، کمک از آدم میطلبیم. بسیار بسیار نادرست است. برادرای عزیز، من چندین موعظه ها را تاکید کردم. یگانه تکیه بر خدا کنید، از خدا کمک طلب کنید. برادرای عزیز، من برای شما ببین حضرت موسی را مثال آورم. حضرت موسی زمانی که پیغمبر بود، فرعون پادشاه بود. فرعون دعوای خدایی داشت. الله به این بنده ناسپاس خیلی مهلت دراز داد تا زمانی که انا ربکم الاعلا گفت، من خدای بزرگ هستم گفت. تا همین زمان الله این ناکسه مهلت داد، شاید که روز از روزها به سوی الله بازگردد، لیکن نگشت. وقتی این سخن گفت، الله در خشم شد، در غضب شد. حضرت موسی را فریاد زد، گفت اذهبا الی فرعون انه طغى. سوره طه آیت های 41 42 43 همچنان است. اذهبا الی فرعون انه طغى فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. خداوند به موسی امر کرد، ای موسی، برادرت هارون بگیر، به قصر فرعون برو. فقول له قولا لینا. این عبرت برای واعظه است. وقتی که با فرعون روبرو میشوی، ویا دشنام نده، ویا ناکس و بدبخت نگو، بلکه با او با سخن نرم صحبت کن، با سخن نرم درشت معامله نکن. ولی بسیاری پیشواهای ما در موعظه هامان بعد سخنهای درشت استفاده میبریم، سخنهای قبیح استفاده میبریم که این اسلام رخصت نمیدهد. با موسی که دعوای خدایی کرد، ملایم رفتار کن، با سخنهای نرم و به سوی الله دعوت کن که تو بنده خدا هستی، تو خدا نیستی. حضرت موسی چی گفت؟ ببین، قالا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. حضرت موسی چی میگوید؟ پروردگارا پیش فرعون رو گفت بله پیش فرعون برو. گفت پروردگارا من میترسم این که مبادای فرعون بالای من قهر و غضب نکند، میترسم. الله چی گفت؟ اکو یاری رسانه ببینین، کمک رسانه ببینین. اگر حضرت موسی با پدر و با برادر و با همون خیش و قومیتش تکیه میکرد، به خدا قسم فرعون تیکه تیکش میکرد. لیکن الله چی گفت؟ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. موسی گفت رو گفت و پیش این جاهل آزاد گفت، پاسباناش نپرس، راست به داخل قصرش درا گفت، ناترسیده گفت اننی اسمع و ارا، من که پروردگار تو هستم، رفتن تو را به قصر میبینم و صحبت تو را گوش میکنم، من همراه تو هستم، نترس. ببین موسی وقتی این موعظه را، این بشارت که از خدا گرفت، دیگر برای موسی اون پاسبان ها و آن راهزن هایی که اطراف فرعون گرفته بودند هیچ تکانی نداد. ببین وقتی که موسی نزد فرعون در آمد،
بشارت پروردگار الله در نظارت این مجلس قرار دادگی است، الله نگاه دارد. فرعون چی میگوید؟ فرعون رد کرد، فرعون قبول نکرد که داره استفاده ببر. موسی گفت من قوه هر چیزی که دارم الله دارم. و گفت میلش هر چیزی که داری به میدان برار. ببینید دویم حکمت، ببینید دویم بزرگی الله را شما تماشا کنید برادرای عزیز. 70 تن از جادوگرها را فرعون جمع کرد، جادوگرهای وزنی ترین سخت ترین. میدان روز عید بود، همه جمع شد. حضرت موسی گفت چاش در وقت چاش گفت مردم جمع کنید، یعنی روشن شود تا که مردم قدرت الله را با چشم ببینند. حضرت موسی یک عصا در دستش داشت، معجزش این بود که وای اژدها میشد، هر چی که می آمد تناولش میکرد، نابودش میکرد. 70 تن. این قصه قرآنی است، والله علم سوره صافات است. تمام 70 جادوگر گفتن اول شما شروع کنید. موسی گفت نه شما شروع کنید، هر چی دارین گفت شروع کنید. بعد جادوگرها ریسمانها داشتن، عصا داشتن، چوب داشتن، سر دادن در میدان. وقتی که سر دادن همگی اون اژدها رو مار شد، هجوم به سوی حضرت موسی کردند. حضرت موسی را مفسرای قرآن در قرآن میگویند که وجودش ترس فرا گرفت، ترسید. لیکن الله چی گفت؟ لا تخف انک انت الاعلی. ای موسی نترس، تو بالای اینها غالب می آیید، بی پروا باش، عصا تا سر تگو. وقتی عصا را حضرت موسی سر داد، همگی ریسمان و آن چیزی که در همون میدان بود همش نابود کرد، تناول کرد. ببین کی کمک کرد؟ الله کمک کرد. الله اگر با این پشت اگر ارواحش و باباش بیچاره تکیه میکرد، باور کن خدا دانا بود که اونجا چی حادثه رخ میداد. حضرت ابراهیم علیه السلام، نمرود دعوای خدایی کرد، آتش افروخت. میدان عراق در عراق مفسرای قرآن میگویند عراقی که امروز بیچاره‌های مسلمان سرسان و سرگردانند، عذاب دارند، مشقت دارند. خدا همه آن دهشت و وحشت از ملک اونها برداشته گرداند. روز آسوده و روز خوش خدا برای مسلمانای عراق هم نصیب گرداند. و هر کسی که برای مسلمان چاه میکند، بر پیش او میخواهد که در عذاب مسلمان رو برو شود، خدای در چاه کندگیشان خودشان خدایا داخل گرداند. آتش کلان افروختند، آنچنان کلان بود که پرنده ها در آسمان دیگر پرواز کردن و میتوانستند. ابراهیم آوردند، باید در آتش پرتایند، لوچش کردند. نمرود میگه وقتی که زینت ابراهیم از زیبایی ابراهیم دید، گفت ابراهیم اینقدر زیبا هستی تو، چی می شود که تو از همین دعوای خودت گردی و مرا خدا گویی تا که من تو را در آتش نپرتام. حضرت ابراهیم گفت زر خالیس هیچ وقت در آتش نمی سوزند. قصه کوتاه، حضرت ابراهیم در صندوق انداختند، اکنون حواله میکنند باید که در بین آتش زند. وقتی در آسمان برداشتنش، میکائیل آمد، میگوید میکائیل ملائکه شمال و ملائکه برف و آب همه در دستش. گو ابراهیم اگر خواهی گفت الحال ابر را پیدا میکنم، تمام این آتشی که چند ماه میسوزد به خاکستر مبدل میگردانم. ابراهیم گفت قسم به خدا من به تو احتیاج ندارم، قسم به خدا گفت من به تو احتیاج ندارم. گفت ملائکه شمال آمد، ابراهیم خواهی اگر همین آتش به خدا قسم در خانه آن دشمنهای تو همگیش داخل بکنم. گفت قسم به خدا به تو هم گفت احتیاج ندارم. میگه جبرائیل علیه السلام به طاقت شد، خدایا مرا رخصت نمیدهی که تا که به ابراهیم کمک کنم. وقتی جبرائیل میگه پایان شد، گفت ابراهیم گفت من برای کمک تو آمدم. کمک میخواهی؟ گفت آن اللهی که مرا آفرید، آن الله
با علم خود میداند که ابراهیم در کدام احوال قرار دارد. و این خاطر دعا میکنم که انت واحد فی السما و انت واحد فی الارض. خدایا تو یگانه در آسمان هستی، خدایا تو یگانه در زمین هستی. سبحانک لک الحمد، پاک هستی تو، از برای تو حمد است، از برای تو ستایش است. هر چی که اگر پستی زدم الله فقط به تو رو می آرم. خدای خود رو دیده ایستاده ای. ببین وقتی الله صدای ابراهیم شنید با این آتش چی گفت؟ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. ای آتش گفت زمان ابراهیم در داخل تو میزند، برای ابراهیم من خنک شو و چمندار بگرد. آتش به همون چی شد؟ روبرو شد. کمکی کرد؟ الله کرد. برادر عزیز و گرامی، قصه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ابو جهل چی پلان کشید؟ شب نابود میکرد پیغمبری خدا را. لیکن الله چی گفت؟ ای حبیبی من، یک خاک در دست بگیر، بیرون شو و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. شوف کن بالای چشم این مشرکا پرتاب. کی کمک کرد؟ الله کمک کرد. وقتی در غار در آمد ابوبکر صدیق میلرزید از جانب رسول اکرم، لیکن رسول اکرم چی گفت؟ لا تحزن ان الله معنا. ابوبکر نترس گفت چی میگوی در حق دو نفری که سیوم او خدا باشد؟ چی میگوی؟ گفت چی میترسی؟ دادرای عزیز، هیچ وقت تکیه بر هیچ کس نکنیم، فقط روی به خدا بیاریم، فقط کمک از خدا طلب. اگر جمله جهانم خصم گردد نترسم چون نگهبانم تو باشی. شاعر میگوید اگر جمله جهانم خصم گردد، همه دنیا اگر دشمنی من شوند، نترسم چون نگهبانم تو باشی. هیچ وقت نمیترسم زمانی که نگهبانم تو باشی. ز شادی در همه عالم نگنجم، اگر یک لحظه غمخوارم تو باشی. اگر یک لحظه غمخوارم باشی، به خدا قسم دنیا و آخرت برای من شادی میبخشد، برای من شادی میآورد. زهر از عطای خلق هرچند که دوا باشد. در آشخانه شهر کراچی پاکستان نشستگی بودیم، آشخانه افغانها بود. در همون دیوال همین مصرع ها را من یافتم، از همونجا کتابت کردم. زهر از عطای خلق هرچند که دوا باشد، حاجت ز کی میخواهی آنجا که خدا باشد. آنجایی که خدا هست حاجت به کی میبری؟ دادر عزیز، آخر نخواه که همین چوی توغ برای تو فایده بخشد. کی بیدار میشه؟ کی از همین شرکیات شما دور میشین؟ نخواه جای خدا باشد یک موره چشمی در گردن گاو تو، در گردن خود تو، در گردن کودک تو، در گهواره های کودک کشال باشد. آخر شما نخواه که از این چیزهایی که غضب خدا را بیدار بکند شما رجوع به منها کنید. دادر عزیز، رو به خدا بیارید، از خدا کمک طلب کنید، انشاءالله الله شما را کمک میکند. دادر عزیز، نه ایشان پشتش کمک میکنند نه ملا را. کمک کننده ما الله هست.